یکی که کل این دور که دارید ببینید خب گرونترین برندهایی که توی دنیا باید از قبل وقت بگیرید. ساعت سوئیسی میشن، رولکسی که ساعت سوئیس هست خب رولکس اون وره، نمیدونم کفتیه اون وره، دوبای اون وره. این برندهای معروف اینجا هستن و گرونترین بخش پاریس به لحاظ تجاری. خب یک دو خود میدون واندو انقلاب فرانسه رو تعریف می‌کنه. اتفاقایی که این پایین افتاده در قول خودمون شما جنگ‌های خیلی اتفاق افتاده. اون زندگی پادشاهان چی فرانسه رو انقلاب فرانسه که درست کرد که بعد ناپلئون داستان ناپلئون رو داره میره تا بالا که پیروزی شد به صورت یه تک خب یک دست این ساخته شده به قول تراشیده شده